السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نماز سحر، نماز بامداد در مدینه منوره. حال آواز مسجد نبوی را میشنویم. انشاءالله الله نصیب کرده باشد نماز سحر در مسجد نبوی میخونیم دو بار. الله متعال نیتای خیری شما را نصیب کند شما و زیارتی مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و خانه خود هم نصیب کند. آرزوهای خوب شما را برآورده کند. نماز بامداد مردم سنت خونده سن، سنت نماز بامداد. سبحان الله. وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. از آن بودی و سوی تو میان آدم ها. نگاه کنیم الان چی میان، میلیون آدم ها از همه ممالک دنیا آمده در همه جا نماز ها رو میخونن. ای طرف بدرویم اینه یک بار ایجا بریم. این خدمتگارای مسیح حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. نگاه نماز با تسته دایره اومدیم ده. اینه دیم تجمه ها مسجد نبوی دیاره. مردم نگشتگیم. سبحان الله. جای امام با 3 متر تساس. والله مسجد نبوی آدم هست سنت خونده است. از آدم میخوندگیش قامت شد. نماز بامداد قامت